آگاهی مثل نوری است که تاریکی‌های ذهن را روشن می‌کند. مثل آینه است که حقیقت وجود ما را به ما نشان می‌دهد. مثل بیداری است پس از یک خواب طولانی. آگاهی یعنی حضور کامل در لحظه حال، یعنی درک عمیق از افکار، احساسات و تجربیات خود، یعنی رها شدن از قید و بندهای گذشته و آینده. آگاهی دریچه است به سوی آرامش و شادی درونی. وقتی آگاه می‌شویم می‌فهمیم که ما بیش از افکار و احساساتمان هستیم. ما وجودی هستیم بی انتها و سرشار از عشق و نور. آگاهی به ما کمک می‌کند تا استرس و اضطراب را کاهش دهیم، روابط سالمتری با خود و دیگران برقرار کنیم، تصمیمات بهتری بگیریم، خلاقیت خود را شکوفا کنیم و زندگی معنادارتر و هدفمندتری داشته باشیم. آگاهی یک سفر است، سفری به درون خود، سفری به سوی کشف حقیقت وجودمان. در این سفر هر قدمی که برمی‌داریم به خودمان نزدیکتر می‌شویم و هرچه به خودمان نزدیکتر می‌شویم به آرامش و شادی بیشتری دست پیدا می‌کنیم. پس بیایید با هم این سفر را آغاز کنیم. بیایید آگاهانه زندگی کنیم و در هر لحظه زیبایی و شگفتی‌های زندگی را ببینیم. امیدوارم این کلمات جرقه‌ای برای بیداری آگاهی در شما روشن کرده باشه. برای آشنایی بیشتر با مفهوم آگاهی و تمرین‌های عملی کانال ما رو دنبال کنید. روزتون عالی، شبتون عالی و خدا نگهدار.